ما از اول انقلاب 2 تا رژیم رو گفتیم ما اینا رو قبول نداریم، نه اینکه رابطه نداریم، اصلا قبول نداریم. یکی رژیم صهیونیستی بود، یکی هم رژیم نجات پرست آفریقایی بود. همینایی که امروز در دنیا دم از حقوق بشر رو نمیدونم فلان این حرف رو میزنن، هم این رژیم رو که تا حالا هم دنبالش هستن، رژیم آفریقای جنوبی رو هم باش تا اون لحظه آخر ارتباط داشتن. یعنی رژیمی که یک گروه کوچک سفیدپوست بر یک جمعیت میلیونی سیاه‌پوست صاحب سرزمین مسلط بودن. این سفیدپوست‌ها از انگلیس رفته بودن، انگلیسی بودن اصلا. سالهای متمادی شد، قریب 100 سال، چقدر روزا یادم نیست، مسلط بودن بر این کشور. ما گفتیم ما اینو قبول نداریم. آفریقای جنوبی مال مردم آفریقای جنوبی است، نه مال اشغالگران انگلیسی. My leader. How are you? شما خیلی روشن. این آقای نلسون ماندلا که از زندان آزاد شده بود، اما اینجا تو همین اتاق، همینجا که شما نشستی، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه آمد اینجا نشستیم. من براش ماجرای امام رو شرح دادم، مبارزه امام رو. بودم مبارزه امام اینجوری بود، از تیر و تفنگ و کودتا و اینا استفاده نکرد، به مردم عرضه کرد، دل مردم رو قانع کرد. مردم با تن خودشون آمدن تو خیابان. هیچ رژیمی نمیتونه با مردمی که با تن خودشون شجاعانه میان توی خیابان مقابله کنه و پیروز. فهمیدم که تأثیر کرد در دلش. از اینجا که رفت ماندلا، تظاهرات خیابانی آفریقای جنوبی را افتاد، ادامه پیدا کرد تا وقتی که رژیم آپارتاید رو ساقط کرد. این یکی هم ساقط میشه. اینم واقعا رژیم نجات پرست و آپارتاید قاصب کذاب خبیث صهیونیستی است. اینم ساقط خواهد شد.